اسراف میکنیم، واقعا اسراف. سفرهای غیر لازم چه لزومی داره؟ خیلی از سفرهایش اصلا لازم نیست که انجام بگیر. بعد سفر با همراهان 2 برابر 3 برابر اون چی که لازمه چه لزوم داره؟ اگر من از نظام به یه جایی سفرم بکنه خب با یه تعداد محدودی که واجب لازمه حضور اینا مثلا. یا سفر اقامت در هتل های گران قیمت، مثلا براتون اون محلی که اونجا سفر شد، اینا اسراف. این اسراف ها رو بایستی انجام نداد. بالاخره وقتی دخل کمه خرج هم بایستی کم بشه. چون دخلت نیست خرج آهسته تر کن که میگویند ملاحان سرودی اگر باران کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. بایستی منابع رو تأمین کرد. به فکر